سلام چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به دومین ویدیو از چنل ایلیا ای آی ران. چطورید؟ خوبید بچه ها؟ ویدیو قبلی رو دیدید؟ بیوگرافیمو دیدید؟ همه چی اوکی بود؟ اوکی. توی ویدیو اومدم که بگم قراره چیکار کنیم، قراره چه روزایی ویدیو داشته باشیم، چطوری باشه و اینکه چه تایمی قراره باشه ویدیوهامون و چه اندازه‌ای قراره باشه و چه مدلی باشه. ویدیو قراره به صورت چالشی باشه، قراره به صورت توضیحی باشه، قراره به صورت صحبت کردن با همدیگه باشه، قراره بشیم با هم صحبت کنیم. کلی قراره از شما ایده بگیرم، نظر بگیرم، ببینم چی شما دوست دارید، چی میتونه شما رو خوشحال‌تر کنه واسه ویدیو و چی میتونه بهترین چیز رو اتفاق بیفته و چنل رو به بهترین نحو ممکن ببریم جلو. اول چیزی که میخواستم بگم، ما ویدیوهامون 2 تا ویدیو در طول هفته است. همون جوری که در ویدیو قبلی گفتم 2 تا ویدیو تو طول هفته ما داریم. روزهاش چه روزهاییه؟ روزهای یک شنبه و سه شنبه است که روز یک شنبه و سه شنبه، حالا اینم قضیه جداگانه داره، گوش کنید. روز یک شنبه ما روزهای یک شنبه هر ساعتیش، حالا نمیدونم که ساعتی ویدیو آماده میشه آپلود میشه، روزهای یک شنبه ما ویدیوهای چالشی داریم، چالش برگزار میکنیم. اگر دوست داشته باشید توی کامنت ها بگید، من گیمی هم واسه تون میذارم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. ولی روزهای سه شنبه ما میایم میشینیم باهاتون توضیحی صحبت میکنیم، میایم میشینیم باهاتون سوال جواباتون رو پاسخ میدیم، میایم کامنتاتون رو با هم میخونیم. چی از این بهتر؟ قرار بشنم کامنتاتون رو با هم بشینیم بخونیم، کامنت برتر، کامنت هایی که بیشترین لایک و زیر ویدیو من بخوره، قرار بشیم ما هم همونا رو بخونیم. و یه توضیح دیگه هم که بدم اینه که ما شورت ویدیو قرار بذاریم. شورت ویدیو هامون بستگی به علاقه شما داره، هر علاقه‌ای که شما داشته باشید قرار ما شورت ویدیوش کنیم. بیشتر شورت ویدیو هامون قرار ریاکت به بیشترین کلیپ هایی که در اون یه هفته ترند میشه رو قراره ما بیایم و برای شما برنامه بذاریم، شورت ویدیوش کنیم، شما ریاکت ما رو ببینید، منت بذارید و سر ما و کامنت بذارید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و اشغالیه. پس لایک، قلب سفید پایین رو قرمز کن، دنبال که سابسکرایب قرمز رو سفیدش کن. همین، قلب سفید رو قرمز کن، سابسکرایب قرمز رو سفیدش کن و زنگوله بغلش هم بزن تا هر موقع ویدیو میذارم اول نفری باشی که میای کامنت میذاری، لایک میکنی و به من کلی انرژی خوشگل میدی. مرسی. و یه چیزی هم که هست، ویدیو رو سعی میکنم تایمش زیر اومدم میگم 8 دقیقه، گفتم شاید ویدیوهای طولانی تر هم داشته باشیم، زیر 10 دقیقه است تا یا حد اکثر 10 دقیقه ویدیو قرار باشه و قرار بهتره کنیم. پس روزهای یک شنبه چالش، روزهای سه شنبه توضیح و گفتگو قرار بهتره کنیم. اگرم نشد، مثلا یه تأخیری خورد، من از شما عذر میخوام. روز دوشنبه یا چهارشنبه حتما بعد از اون آپلود میشه. پس تا ویدیو بعدی و چالش 5 خوراکی با 100,000 تومان فعلا. بای بای.